سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی گیمی این چنل. من مهمون ما جوادم. قراره با هم دیگه وارزون بزنیم ولی من اصلا تا حالا بازی نکردم. یعنی نوب سعیم. اومدم قشنگ بمیرم. یعنی الان بریم تو بازی ببینیم. من نمیدونم کدوم دکمه چیکار میکنه. مثلا 4 شاید تیر بزنه مربع. نه دیگه. دیگه انقدر یعنی هیچ بیشتری نداری. مثلا قبلا دیدم که با آردو مثلا میشه یه کاری که تیر زد. آردو رو شنیدم مثلا تیر میزنه. خب آردو که تیر میزنه مثلا زبدر شاید بگیره وسیله رو. خب من کال اف موبایل بازی میکنم. میخوای اول یه چیز بریم. اول یه ترنینگ بریم. خب سلام بچه‌ها. من خودم سلام نکردم، گفتم که سه شروع کنه. آره. اینکه بریم یه ترینینگ ببینیم چجوریه. سه خود دستش بیاد. من چی بازم؟ من خودم یکی دو بیشتر ترینینگ نرفتم. بعد مثلا PS4 و وارزون اینو سنس ندارن فکر کنم. چی؟ سنس. مثلا سنس دو بالا پایین کنی، سنسیتیویتی، حساسیت داره دیگه. داره؟ اینو چیه؟ بذارم چجوریه. الان این چرا؟ چی شد؟ نه داره میره. پینگمون هم که ماشاءالله یا خدا. این کدوم مطلب؟ ترینینگ کورس پروتکل. من دلار نرفتم برای ترینینگ. من فقط توی چیز رفتم. برای لوداوت رفتم. لوداوت هم تست کردم همین. خب به من دید. تو فقط نام. آره جایی که خودم تو اول نرفتم. نه تو فقط نام. آره. ببین چجوری بزنم. دستور میدم دیگه انقدر نمی‌خواست. بزن ریتن دیگه. بیارش بیرون. چیری بذار. من اولین بار دارم بازی می‌کنم. Training stations all over the island. من هم که بازی کردم اولین بار دارم می‌زنم. چرا اسکیپ نمی‌زنم؟ یا الفاظ. چه صدیه اینا؟ به خاطر کاپچر. تو داری درست بازی می‌کنی. اون یکم دیر میگیره. استارت. Stationary targets get drilled full of holes. میگه که read your environment. Outmaneuver the enemy. Stay alive. خب با این چیز کنی میتونی جلو عقب بری. خب این که مو بشه. خب علی‌ترم خواه. و حالا میگه که با آردو این چجوری بگیرم؟ خب با آردو شلی که با L2 الان که فعلا باید خب میگه که چیز اون مثلث بزن. سویچ خب یا وایسان بازی کنم. خب با چی بزنم؟ با دایره. L3 رو فشار تیر میزنه؟ آره. نه L3 فشار بدی بودو میکنه. بعد دایره بزنم اسلاید. چه سریع دست شما. چرا جامپ میزنه؟ چی؟ چرا تیر میزنه بعضی وقتا بالا رو میگیرم؟ نه دیگه. چرا جامپ میزنه؟ چرا من اینو رو نیومدم؟ رنگ بدبخت شدم. من همون اول زار تو من میگه همون اسلاید میخواه بگه بزن. اینو میزنه؟ همون اسلاید میخواه. چی؟ اینو شوکو فشار میزنه تیر میزنه. خب من تا حالا نزده بودم دیگه، اینو تا حالا استفاده نکردم. خب بسیار کرد. چجوری لیدمش دیگه؟ پرو رنگ حرفه‌ای آلکاتراز. الان استارت کردی؟ الان استارت کردم. پینک 77 خدا رو شکر. یه شرط بزن. شرط چی؟ اگه یک کیل گرفتم چیکار می‌کنی؟ چی؟ اگه یک کیل گرفتم. یک کیل که میگیری. ایم اسیست داری. اگه 3 کیل گرفتم یه شات قهوه میمونه. باش چش. بچه‌ها قهوه همه چی پیش از 6. نه دیگه اون چیزی کاذبه. پاکت لاست هم می‌نویسه. چی هست؟ چرا داره پاکت لاست میده؟ چی هست؟ برای این؟ آره الان چی بزنم؟ چی همین بزنم. این الان فعلا چی این ثانیه اول. جامپ چجوری میزنه گفتی؟ جامپ که با زبدر. اینجوری بیایی. تموم. خدا اگه سنسش دستم بیاد هیچی دیگه از فردا دیگه. شما هم تو چنل مهاجرات ویدیو بزنید اگه دوست داشته باشین. اگه کامنت ها بالای 1000 تا باشه، اگه کامنت ها بالای 20 تا باشه یه ویدیو دیگه هم کامنت ها رو 15 تا میکنم که دیگه نیام. خب یا
آقا بیا با این وجه بابی استریم بود داره میاد پایین دیگه. نه خب داره پایین میره کی هست اکلاس همون ریجستر نشدن. آفرین آقا داره این تایم زیاد میشه درست داره کم میشه دیگه. یا بچه‌ها ضربه قلب بالا. ببینم چیکار می‌کنه. من یه خلوت شلوغ بزن. یه خب من پوکه میشناسی. آره من چه اول ما شلوغ بود. من پوکه چون میشناسی دیگه. بچه‌ها که دارن میرن چه؟ الان من بهش پریسون. یا داشت این رنگ که نه؟ اینا چیزو زدن. نماز کن. برو کیو؟ چرا لوت میکنه؟ با بگی داشت چجوری؟ خب نه دیگه چیزو عوض کن. مثلث رو بزن اون یکی هم بگیر. نه بس الان میرم سلامش بس. خب یه ریلود کن با مربع. دارم بالا میاد. کی میاد؟ رد کرد بکنم. بزن یکی و اینا که داره. میگم خدایا. چرا هیچ نیست؟ ولی خیلی داری خوب بازی میکنی. انقدر ببین خدا شده یه چیز میزدی یا بابا پشمو خوبه مسخره میکنی؟ تو قبلا بازی کردی؟ نه قرآن بازی نکردم. من فکرم دیگه قهوه و کیک و اینا باید بدم دیگه. حالا بچه انقدر بازا کیل بگیرم شام باید بدم. با اولین درآمد یوتیوبش با شام. با اولین درآمد یوتیوب هم قشنگ. ایشکی رنگ الان واقعا بابا چرا ایشکی نیست اینجا؟ یعنی من نظر اونی که زدن پلیر بود یه چیه؟ او دیدمش یه لوتی یه چیزی. نایس تو من ریلود شیل میاد الان اشگانش بکنم بی خود چی بود؟ اون یکی دیگه رو میگرفتی که انقدر ببین اولین چیزی که باز کردی نمیگیرم از اون قهوه رو گانا رو اولین چی میگن؟ باکس آره چستو که باز کردی چست میگن باکس میگن اینجا چی میگن؟ اون چیز لوت کردن آره اون اولی لودات خودم بود نمیدونم چرا تو اون بود با اسکینا خودم پشمام ریخت. ببین اسنایپ خیلی سخته. اسنایپ فضاست به خدا اگه بزنم اسنایپ اگه بزنی به قرآن پیجم ویدیوشو میگیرم بزنم خیلی اسنایپ خیلی سخته. یا یه پلیر بیاد اگه اینو وای شیلدش نه پشمام یا اول فاز بیادش اینجا رو پیک میده 3 2 1 نگو 0 جان مادرت بیادش دارم میگم جان ما اینجا تیم خب نگاه تو میشناسی اصلا چیزو تو بازی رو میشناسی ببین اون ریلود میکردی این یکی رو میزدی ای من میگه که آخ گوش نه چیل گوش این گوش نرم شیل رفتی تو دلت اون شیلدم بگیر چجوری بگیرم؟ گرفتی شیلد خودش میگیره اون تفنگ همونو بگیر اون تفنگو بگیر جای اون یکی دیگه میخوای این خیلی خوب یکی دیگه هم بگیر این شیلده چرا تیر میزه یا ایوال شب بخیرمون چیز نداری کارت نداری نه کارت پشتی کن شب بخیرمون چیل اون بر این باته این بات نبود چرا میزنه دیگه بات نره بات داره توی این من چه که بزن Enemy soldier incoming. کوکو راست کنم اوه سه تا شد دیگه آقا سوری تو کن نذار اون شوک چیز دیگه میخوام بودم تیر میزنم
ببین خشاب خب با این چپه با بدی براستی ما راستی رو نمیزنم او این مگه خشابش تمام میشه پشمام دان شد دیگه شوخی میکنه اون تمام شد تمام 100%؟ اون تمام چیل این رامیرم هم چیز میکنه توی میزنه باید میشه؟ رامیرم چیز نه تو دست رو راستی میخوره بعد دست رو آردو هم میخوره والله نه یک هم دست رو آردو بگیره بس نکن نه بابا بس کجا کیلر نمیشه؟ کیلو 4 تا 4 تا کیل بدترین کار دارم خیلی بد جدی اومد بالا سرت شب بخیر زیدی داشت پوشه یو آقای پشمو دهنت سرویس داشت اول بشم چیه گه ها تغییر داشت یه سوال مثلا کسی که اولین بارش میاد بازی میکنه چند تا کیل میگیره یا مثلا خیلی کم بابا تو ترنینگ خودتو نشون دادی دیگه مثلا یه پرو پلیر شاید 20 تا کیل اینجا بگیره درسته ببین من موقعی که مثلا وارزون چیز میشم چی میگن بهش موقعی که تموم میشه اول میشی چی میگن وارزون چی ویکتوری عوض کن میخوام بشین نه نمیشه عوض میگه بعد روی مثلا 18 تا 19 گفتم بشینم خریدم روی 18 تا 19 تا من تمام آها 18 تا 19 تا مثلا بدون مردن ها پرو پلیر دیگه حالا من که پرو نیستم ولی خب اینطوری میشه دیگه نمیدونم تا 6 تا خیلی خوبه من میدونم دیگه یکی تو مثلا کال اف موبایل انقدر بزنی زیاد یه راش خرکی بدم ببینم پلیر کجا راش خرکی که دیگه تو الان خودتو ثابت کردی دیگه خیلی بد جا وایسادی ها رفت بالا برو چیز بود این گذاشتی نداری مگه میره؟ خب میره تمام شد هم میره انداخته ولی دوم شدی فکر کنم واسه ببین تو چند تا کیل 7 تا کیل داشتی یا 7 تا کیل داشتی بهش من یه لایک کن بچه‌ها 7 تا کامنت بزن اگه 15 تا گفتی کامنت بزنی چی میشه اگه 20 تا کامنت بزنی من دوباره میام 20 تا کامنت این سری با تمرین میام 10 تا کیل بگیرم اگه 30 تا کامنت بذارین استریم میارمش آفرین اگه 50 تا کامنت بزنین دیگه بودی خوب نیست اگه 50 تا کامنت بزنین نودم پخش بچه‌ها کامنت نذارین مرسی فقط لایک کنین خیلی حال داد بچه‌ها 20 دقیقه بازی کردم ولی اصلا حالی نشد بچه‌ها دم شما گرم مرسی که ویدیو رو تماشا کردیم مرسی از WLT که تو این ویدیو اومد و دیگه رخصت داد دیگه بچه‌ها ولی خدای وارزون پلیراش میدونن که 7 کیل سخته خودش آره واقعا من اینکه کلا با آیپد و گوشی بازی میکنم با دست خیلی سخته بازی میکنم بازم سخته دقیقاً اونم اولین مچ بدون تمرین واقعا بدون تمرین خیلی خوشگله بچه‌ها دم شما گرم لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره خیلی دوستتون داریم پیس اوت خدافظ خدا نگهدار خداحافظ